سلام بچه، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از من. قراره تو این ویدیو از اونجایی که بهتون قول دادم کمک کنم که شما رو به درآمدزایی برسونم و یه درآمد کوچیکی برای خودتون داشته باشین و ویدیوم همینجوری بی‌مورد نباشه و یه سودی، یه نفعی شما هم از این ویدیو ببرید و یه چیزی بهتون اضافه شه، تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم. ویدیو راجع به یه سری شغلایی هستش که دختر خانم‌ها میتونن خودشون اون شغل رو فراهم بکنن و حتی توی خونه ازش درآمد داشته باشن. یه سری ایده های کسب و کاری که شاید به درد دختر خانمایی که تو همسن و سالای من هستن بخوره. و اینکه بچه‌ها من الان داخل مغازه‌ام، اگه سر صدای چیزی میشنوید از این تریبون دارم واسهتون فیلم میگیرم. بدون هیچ معطلی و حرف اضافه بریم سراغ معرفی کسب و کارم. اولین کسب و کاری که دختر خانم‌ها میتونن توش موفق باشن بدلیجاته. بدلیجات عشق هر دختری. شغلی هستش که سود خوبی داره توش. معمولاً به جایی که من اطلاع دارم پک های بدلیجات و عمده که میخوایم بخریم به صورت کیلویی میفروشن. توی 1 کیلو فکر کنم 50 تا 70 تا دونه بدلیجات براتون میفته. حالا میتونه این 50 تا 70 عدد گوشواره خالص باشه، میتونه میکس باشه، مثلا از هر چیزی میتونه باشه، انگشتر، گردنبند، بند انگشتی، همه چی میتونه باشه، میتونه جدا باشه. حالا از کجا عمده فروشا رو پیدا کنیم، از کجا کیلویی فروشا رو پیدا کنیم؟ یه سرچ ساده توی اینستا و گوگل پیدا میشه و سرمایه آنچنان بالایی نمیخواد. من حتی پیجایی دیدم که پک های بدلیجات از 850,000 تومان هم میفروشن. شما میتونید اونا رو تهیه کنین، یه سود خوب روش بکشین و اونا رو به فروش برسونین. خب حالا ما خریدیم، کجا به فروش برسونیم؟ شما حتی میتونید عمده فروشا رو با هم مقایسه کنین، قیمت‌های همشون رو در نظر بگیرید. هر کدوم که قیمتش پایین‌تر بود، هر کدوم پایین‌تر قیمت رو بهتون میدادن، شما پیدا کنید و یه سود کم روش بکشین. سود زیاد که خریدار بدین نه، یه سود خیلی کمی روش بکشین و اونا رو به مغازه‌دارهای محلتون بفروشین. مثلا می‌بینی یه خرازی توی محلی هستش، مثلا حوصله نداره حالا بره بدلیجات‌ها رو مثل شما حوصله بذاره پیدا کنه، ارزون ترین قیمتش، مدل‌های خوشگل و فلان. شما این حوصله رو بذارین، برید به همون آدمی که این کارو انجام نمیده این کارو انجام بدید و بهش بفروشید. به همسایه، به دوستا، به یک کانال کوچیکی توی تلگرام، بزنید، آشنا و دوستا رو دعوت کنید و واسش تبلیغ انجام بدید. حالا با کانال‌های دیگه تعامل داشته باشین، بنر اون رو تو کانال خودتون بذارید، بنر شما رو اون آدم توی کانال خودش بذاره و اینجوری میشه که تعامل دارید و روز به روز مشتریاتون بیشتر میشه و شاید یه روزی دیدید که کلی سفارش گرفتید از طریق مجازی. پس نگران فروشش نباشین. جدا از ایده‌ای که بهتون میدم، نحوه فروششون هم بهتون میگم. بچه‌ها یه مثالی هم بخوام بهتون بزنم. من این مغازه رو وقتی که باز کردم، یه خانومی مغازه منو یه بار اومد دید، قیمتا رو پرسید، رفت. دوباره 2 روز بعدش اومد سنجید مغازه منو، دید که مثلا یه سری جنسا رو ندارم و اون داره، اومد به من پیشنهاد داد. گفتش که یه سری جنسا دارم و تو توی مغازت نداری، ازم می‌خری؟ و چون قیمت مناسب گفت و دیدم راست میگه، واقعا اون جنس توی مغازم ندارم، ازش خریدم. و یه نکته مهمی که باید در نظر بگیرید بچه‌ها، کارهایی که توی خونه میخواد انجام بشه. شما میخواید از توی خونه نشستن با یه کسب و کاری به درآمد برسین، باید بازاریابی قوی داشته باشین. میخواین به این فکر کنید که آی من مثلا خجالتی ام، آی من اصلا نمیتونم و اینا. نه بچه‌ها، برید با ترستون مقابله کنید. اصلا نگید من آدم درونگراییم، من خجالتی ام، من نمیتونم. مانی مهمه. دومین شغلی که میخوام بهتون معرفی کنم فروختن چیزای بافتنیه. بچه بافتنی 2 تا میله میخواد، 1 کامبا. حالا بعضی از بافتنی‌ها چون روشون کار شده، حالا یه سری نگین و مروارید و اینا میتونید به بافتنیتون اضافه کنید و اینکه کار خاصی هم نداره. شما با یه سرچ توی یوتیوب یا گوگل میتونید بافتنی رو یاد بگیرید، میتونید لباسای خیلی خوشگلی ببافین و اون لباسا رو به فروش برسونید. بافتنی مثل این میمونه شما یه کارگاه تولیدی توی خونه خودتون دارین، با دستای خودتون دارین میبافینش و اونو میبرید به مغازه‌دارا میفروشین.
من خودم توی اینستا چند روز پیش یه دختر خانومی دیدم که واقعا کیف کردم. دیدم که یه سری بافتنیای بالاتنه، حالا اگه کسی میشناستش حتما پیجش رو توی کامنت ها بنویسه، من یادم نمیاد، اگه پیداش کنم حتما میذارم اینجا ویدیو. دیدم یه سری بافتنیای بالاتنه که یه حالت گشاد داره، یه حالت نیم تنه داره، خیلی خوشگل و رنگش رنگین کمونی بود. و اینکه مثلا میومد داشت بازاریابی میکرد توی اینستا، میخواست بفروشه آنلاین، میگفتش که چرا فکر میکنید که بافتنیا کار زمستون است؟ من این کارام تابستونم هست و میتونید توی تابستونم بپوشید. و خود من با این حرفش ترغیب شدم که حتی ازش خرید کنم. فروشش هم میگم خیلی آسون تر است حتی بدلیجاته. شما یه سری مثلا بالاتنه ها میبافین، توی مشمعی پک میکنید، پک های 6 عددی یا 8 عددی یا حتی کمتر، مثلا 4 عددی، اون رو به فروش میرسونین، میبرین توی مغازه ها، میگید که من بافتنی عمده دارم، میخواید جنسمو نگاه کنید، باز میکنی به طرف نشون میدی، میگه قیمتش اینقدر، کار دسته، از نظر کیفیت خیالتون راحت باشه، با دست خودم بافتمش و اینا. اولین جا ازتون نخره، دومین جا ازتون خرید میکنه. یه جوری تولید به مصرف میشه. شما که تو خونه نشستین کاری واسه انجام دادن ندارین، این شغل به نظرم خیلی شغل باحالیه. نشستی داری با مامانت صحبت میکنی، میبافی، حالا یه دونه رفت کنار، در ما کلی میتونین ببافین. بعد میتونید نیرو استخدام کنید، حالا حتی از خانواده خودتون، مثلا به مادرتون بگین مامان بیا اینو به یاد بدم بباف، اینو بفروشم، یه درصدی به تو میدم. حالا فقط بافتنی نه، شما هر چیزی واسه فروش داشته باشین توی خونه، یه دونه از روش‌های فروش سالن‌های زیباییه. من خیلی از خانم‌ها رو دیدم یه سری جنسا رو از بازار میارن، چون سرمایه آنچنان ندارن، مثلا یه جین دو جین میارن، همون یه جین دو جین رو میرن توی سالن زیبایی‌های محل تبلیغ میکنن توی آرایشگاه‌ها. و تو آرایشگاه چون خانم‌ها زیادن و یه نفر بخره اون یکی هم ترغیب میشه میاد میخره، خیلی فروش خوبی دارن. یعنی به همین راحتی، با اینکه من مغازم این پایینه، سالن زیبایی کسی بخواد رد شه از کنار من باید، از کنار مغازه من باید رد شه، ولی اون خانم لباساشو میبره اونجا ازش خرید میکنه. یعنی به همین آسونی. یکی از این بافتنیا پتوهای چانکی هم میتونه باشه. حالا بهش پتو میگن، رویه میگن، دقیق نمیدونم، ولی اونا هم یه کار خیلی فانتزیه که تازه عروسا یا کسایی که مثلا خیلی فانتزی پسندن ازتون خرید میکنن و اونو میتونید به قیمت‌های بالا هم بفروشید، چون یه کاریه که کار دسته. و میگم بیشتر فانتزی پسندا این پتوهای چانکیو میخرن ازتون و میتونید به قیمت‌های خیلی خوب بفروشینش. توی یوتیوب سرچ کنید آموزش بافت پتوی چانکی یا کلا چانکی، براتون انواع چیزایی که با مدل‌های چانکی میشه بافت میاره و خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. اون حتی میلم نمیخواد، با دست بافته میشه. پتوهای چانکی، کوسنای فانتزی، همه اینا رو میتونید ببافید، درست کنید و به فروش برسونید. سومین ایده کسب و کار محصولات مراقبتی پوست و مو هستش. اصلا پیشنهاد نمی کنم برید تو این شرکت‌های هرمی، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، نمیخوام کسی رو بد کنم این وسط، ولی یه سری شرکت‌ها که میگن بیاید زیر مجموعه بشید، نمیدونم بفروشین، درصد بگیرین از فروش و اینا، اصلا این کارا رو پیشنهاد نمی کنم. تهش بچه‌ها هیچی نیست، فقط وقت خودتون رو هدر میدید. تهش میخواد یه چیز ناچیزی توی جیبتون بمونه. حالا محصولات مراقبتی پوست و مو چی بیاریم؟ ببینید خیلی بستگی داره که چی میارید و چی میخواید بفروشید. تو این کار باید یکم وسواس بیشتری به خرج بدین، چون محصولات مراقبتی پوست و مو چیزی که هر خانومی خیلی رو پوست و موی خودش حساسه و شما باید چیزی رو بیارین که از قبل تبلیغ شده، پیشینه‌ای توی ذهنش داره. برای مثال که قشنگ متوجه بشین حرف منو، ببینید قبلا توی اینستا یه سری کرم های شیر الاغ مد شد، عکسش این کنار میاد، میتونید ببینید. این کرم های شیر الاغ میشه گفتش که یه سفید کنندگی فوری داره که توی اینستا خیلی مثلا یه مدت مد شد و هر جا رو که میزدی از محصولات مراقبتی میدیدی یه دونه از اینا دارن به رنگ آبی و صورتی. ببینید که چقدر تو ذهن منم مونده، با اینکه نخریدمش ولی تو ذهنم مونده که خیلی ترند شد یه مدت. شما مثلا میبینید این
ترند شده و توی اینستا خیلی داره به فروش میره، شما اینو میرید عمده‌شو پیدا میکنید با یه سرچ توی گوگل یا توی اینستا، یا از همونایی که خریدن میرید بهشون پیام میدید، میگید ببخشید جناب اینو از کجا عمده‌شو گرفتید، به احتمال زیاد آدرسشو بهتون میده، حالا یا حضوری یا آنلاین سفارش میدید یه تعدادی و میارید به صورت حضوری اونو میفروشید. اینجا چه اتفاقی میفته؟ زهرمار نگاه داره لباس فروشی مردی که هیز بدبخت. بعد هم میاد مثلا یارو میبینه مثلا اینجا لباس فروشی و اینجوری کلشو میاره توی یه جوری نگاه میکنه، بیشرف. اوکی آروم باش عاطفه. داشتم میگفتم اینجا چه اتفاقی میفته؟ طرف وقتی حضوری میخوای این کرم معروف رو بهش بفروشی، این یه پیشینه ای ازش توی فضای مجازی داره و دیده اونجا، ولی این که پول پست بده اطمینان کنه به اون پیج آنلاینه به خاطر یه کرم حاضر نمیشه که 40,000 تومان 50,000 تومان پول پست بده. پس اینو وقتی تو دست تو میبینه از خدا خواسته میخره. حالا کجا میخره؟ تو سالن‌های زیبایی ازت میخره، توی مغازه ها به مغازه دارا میتونی اینو بفروشی با یه سود خیلی کمتر. ببینید اگه یه جنسی رو دارید شما این جنس رو باید سودش رو بدونید چقدر میکشید. بچه یعنی خدا وکیلی واسه هر توپای من طلا بگیرید، یعنی دارم بهتون درس کاسبی هم میدم. یه سری واسه کامنت ها میگن خودش کلا یه ماه مغازه دار شده به ما داره کاسبی یاد میده. ببین بچه به این نکته توجه کنید، اگه شما یه جنسی رو میارید به یه مغازه دار میخواید بفروشید یا یه آدم عادی، خیلی فرق میکنه سودی که بهشون میدید. مثلا اون کرم رو 90,000 تومان میخرید به مغازه داره بتونید فوقش 105,000 تومان بدید، به یه آدم عادی 130 140 150 هم میتونید بفروشید. پس اینو در نظر داشته باشید. به یه سری کرمای سفید کننده نقاط حساس بدن میتونید بفروشید. یه دونه ژل صورتی کننده بیوکا بود فکر کنم، اونم خیلی معروف شده بود، اونو مثلا میتونید موجود کنید همین جوری که اونا تبلیغ میکنن، شما هم از اونا یاد بگیرید همون مدلی تبلیغ کنید ازتون بخرن. یا میتونید یه چنل کوچیک تلگرام یا اینستا بزنید تو اونجا به فروش برسونید و اینو در نظر داشته باشید توی تلگرام مخاطباش بخرترن تا توی اینستا. کلا مخاطبایی که توی تلگرام هستن، مثلا شما 100 تا دونه فالوور توی تلگرام داشته باشین، اگه 10 تاشون ازتون خرید کنن توی اینستا 2 نفرشون ازتون خرید میکنن. فکر کنم چهارمین ایده باشه. چهارمین ایده که دیگه میتونید مثلا بزنید تو کارهای دستساز مثل اون بافتنیه. مثل چی؟ مثل اینکه بدلیجاتی که خودتون درستش کنین، مثل شمعسازی، شمعای فانتزی خیلی خوشگل که اگه مثلا طرف ببینه چشمشون رو بگیره اگه درست کنید خیلی راحت میتونید به خرازی‌ها، به لوازم آرایشی‌ها، مغازه‌دارا حتی بفروشید اونا رو. ببینید شغلایی که توی خونه است یه مزیت‌هایی داره یه معایبی داره. مثلا نباید انتظار داشته باشین مثلا من اومدم الان این شمع خوشگل شد همه ازم میخرن، هر جا ببرم ازم میخرن. نه، امکان داره شما برید 2-3 جا هیچ کی ازتون نخره. سعی کنید مثلا شمع درست میکنید برید تو منطقه‌های بالا شهر بفروشین، چون شما با اون قیمتی که میدید کسی که تو بالا شهر نشسته و سودی که اون میکشه، قیمتایی که اون میگیره خب خیلی بیشتره و اون قیمت شما رو ببینه ترغیب میشه که ازتون بخره. یه ایده که همین الان به ذهنم رسید و داشتم بهش فکر میکردم و گفتم چقدر بامزه است که یکی این ایده رو انجام بده، کیک سازیه. مثلا کیک درست کردن یاد بگیرین، یه کیک هایی که مثلا هر کی هر مدلی بهتون بده بتونید درست کنید. و چیکار کنید؟ یه اتیکت های درست کنید و یه کاغذای کوچیکی برای خودتون داشته باشین، برید توی سطح شهر و دختر خانمای سوسولو مثلا تو سن و سالای خودمون رو دیدیم، این اتیکت ها رو بهشون بدید. حالا تو این اتیکت چی نوشته باشه؟ بنویسی انواع کیک های تولد و این داستان ها با هر مدل و شکلی که دوست داری من درست کنم و تو اون کاغذی که برای خودت هست شماره‌ش رو با تاریخ تولدش رو ازش بگیری. حالا این وسط میتونی مثلا اینجوری مش بزنی بهش یه دونه شکلات بدی، میتونی مثلا چیزی که مثلا حالا ارزون در حد گیفت خیلی ناچیز بهش هدیه بدی و تاریخ تولدش رو ازش بگیری. و
چند روز همه این مخاطبا رو جمع کنی، چند روز مونده به تاریخ‌های تولدشون بهشون یه پیام مثلا تبریک پیشاپیش بفرستی و بهشون یادآوری کنی که من میتونم یه سری کیک‌ها برای تو درست کنم با هر مدل و شکلی که تو بخوای. اون طرف خب حداقل یه هفته قبل تولدش به کیک و همه چیش فکر میکنه و تو این پیامو که بهش میدی اون خیالش از این بابت راحت میشه، میگه خب من اگه کیکمو به این بسپرم این میگه با هر طرح و شکلی که بخوام برای من در میاره و خیالم راحته، پس بذار باهاش صحبت کنم. حالا کیکی که داری برای مشتری میفرستی، حالا یه کادوی کوچیکی هم کنارش بذاری و اینجوری میشه که تبلیغ کارت هی بیشتر و بیشتر میشه و هی سفارش بیشتر و بیشتری میگیری. پرو خدا کاری نکنید که هم خودتونو تو چشم مشتری بد کنید، هم کاری کنید که مثلا به بقیه آسیب زده بشه. مثلا چه کاری؟ مثلا که بیای واسه یه آدمی یه زحمت بکشی، وقت بذاری، هزینه کنی و این کیک رو رایگان بهش بدی. حالا نه فقط کیک، هر چیزی خواهشاً این کار رو انجام ندید، حتی اگه نزدیکترین کستون هست. با این کار فکر نکنید که مشتری جذب میکنید و اون مشتری شما میشه. نه، با این کار اون لول و اهمیت و ارزش کارتون رو کامل میارید پایین پیش اون مشتری و کلا ارزش اون کار نه برای شما، برای بقیه هم همینجوری میشه. اون کار کلا ارزشش میاد پایین. مثل کارهای هنری متاسفانه، مثلا کسی میخواد چهره کسی رو بکشه فکر میکنه که آره کار آسونیه و معمولا از این حرفا زیاد میشنوه کسی که چهره کار میکنه. چهره منم میکشی، چهره منم لطفاً بدون هزینه برای من میکشی، کادو بده دیگه. فکر میکنن آره یه برگه ساده است، یه 2 تا خط خطی روش شده و اصلا نیاز نیستش که هیچ هزینه‌ای پرداخت کنه طرف و اینجوری میشه که ارزش کار میاد پایین. لطفا این کار واسه هیچ کسب و کاری انجام ندید. یعنی اولین ویدیویی بود که خیلی جدی باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم هر کسب و کاری که انتخاب میکنید هی این شاخه اون شاخه نپرید. بچه هیچ فایده ای نداره از اون شاخه به اون شاخه پریدن. اینو داره کسی بهتون میگه که بیش از 100 تا شغل عوض کرده. خاکخوری کارتون رو به جون بخرید. بچه هر کاری خاکخوری خودشو داره. فکر نکنید مثلا همون اول قراره به ترکونه کسب و کارتون. نه، از یه جایی جرقش میخوره، از یه جایی فروشتون زیاد میشه. تا به اونجا نرسیدین اون کارو ول نکنید. و اینم یادم رفتتون بگم بجز بدلیجات میتونید چیزای مثل جاسویچی، جا کلیدی، کیف پول و اینجور چیزا هم فروش خوبی داره، میتونید اینا هم درست کنید. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی جورابم سود خوبی داره و فروش بالایی هم داره. این بود از ایده های من. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. حالا یه سری ایده های دیگه هم هست که تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون معرفی میکنم. اگه از این ویدیو خوشت اومده خواهش میکنم یه کامنت بذار تا من متوجه این بشم و از این ویدیوها بیشتر درست کنم. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.